بر مقابل سعید جلال سعیدوف پهلوان تاجیک سعید جلال سعیدوف با نبرد برآمده است. سعید جلال سعیدوف دوستان عزیز پهلوان است که پیراهن کبود دارد و حالا هجوم از جانب ماتیاس متسن می باشد. سعید جلال سعیدوف از جمهوری تاجیکستان را معرفی میکند. بار اول است که این پهلوانان یعنی اخترش این جفت با هم مبارزه میبرند. متسن سعید جلال سعیدوف حالا سمت دیگر گشتین گرفته را پیش میگیرد. از سمت دیگر شاید برای سعید جلال سعیدوف امکانیت خوب باشد که در اینجا راه خود را کشاده کند، چون که حالا در رده بندی که سعید جلال قرار دارد برای راحت به بازی المپیک خیلی دور و دراز است. این راه دست آستین میگیرد. ببینید حالا هم کمربند خوب گرفته است و برای افتادن رقیب، اما حالا شاید برای ماتسن ماتیاس شیدای اول را داوری مرکز نشان دهد. کار در زمین هم هنوز نتیجه نداده است. در پارتر کمی سعید جلال ضعیفتر است. حالا بار دیگر اکنون داوری مرکز شاید برای حجمه هم آماده است. الکی حجمه شد. این جفت بار اول دست به گریبان میشوند. پیش از این آنها یکدیگر را در میدان اول نخورده بودند. این پهلوانان یعنی خوبتر یکدیگر را نمیدونند، فقط اینجا تجربه میتواند که یکی را پیش صف. اوه ماتسن ماتیاس حالا هجوم کردند. سعید جلال سعیدوف رقیب را سمتی خوب میگیرد برای اصول گذراندن بسیار هم کم. اما حالا سست میگیرد. این به این روش باید سعید جلال فعالتر شود. الکی معلوم است که امکانیت دارد برای رفتاندن رقیب، فقط گریبان. نوبت دیگر برای افتادن رقیب بسیار هم هجوم میکند. سعید جلال چند نوبت دیگر دو سمت گشتین گرفتن را پیشه کرده است و باز هم برای هجوم کردن آماده است. ماتسن ماتیان باشد فاصله را دورتر میکند. حالا داوری مرکز این لحظه را پای برده ایستاده است. حالا اینجا ماته می شود و بعدا دوباره داوری مرکز حجمه می گوید. سعید جلال سعیدوف برای حمله کردن آماده است. چه رقیب ماتسن ماتیاس پهلوان دنیا می رود. مخلصان تاجیک نیست اینجا جمع آمدن و برای سعید جلال میگن گشتین گیر و اگر نبود چون این شکل گشتین گرفتن مشکل است افتادن رقیب. یک اصول معروف خود سعید جلال سعیدوف سر شانه رقیب را گرفتن است که حالا به این مقصد نرسیده است. ماته میگوید داور مرکز. اولین شیدا را برای سعید جلال سعیدوف داور مرکز نشان میدهد. حالا دوباره اکنون ماتسن. قد و قامت سعید جلال برای گشتین گرفتن خوب است، فقط هنر را باید نشان داد. اوه وزاری برای پهلوانی دنیا هدیه میکنند. حالا برای سعید جلال سعیدوف کار مشکل تر افتاد. دیده دوستانی عزیز اکنون ماتسن ماتیاس پیشتر میرود و این عمل کاری را مشکل تر میکند. کاری سعید جلال را مشکل کرده است. وقت کمی دیگر باقی مانده است. صد افسوس که برای پهلوانی ما امکانیت کمی در کم باقی مانده است. انا اکنون سعید جلال با این شکل گشتین گرفتن قدر مقبول نیست. دیدید رقیب دیگر وقت را کشال میدهد، فقط میخواهد که با همین وقت را پشت سر کند و 18 ثانیه فقط توکل باقی مانده است. توکلی که دور است از پیروزی. به هر حال ما منتظر میشویم. هنوز هم امید آخرین باقی مانده است در قلب مخلصان و در وزن تا 100 کیلو سعید جلال سعیدوف باید خوبتر گشتین گیرد و اگر نه با این شکل گشتین گرفتن کاری او را رنگین نخواهد کرد.
навбати дигар владимир илчанинов аз канори майдон маслиҳат медиҳад. фақат ба қавли илчанинов риск кардан дар кор. ҳоло таваккал кардан дар ин ҷо ками дар кам боқӣ мондааст. як чидоро барои рақиб медиҳанд. ин чидо қадар таҳдид барои бохти ӯ надорад. ҳава сайҷалол ҳоло акнун гиребон ва самти дигар ҳуҷум мекунад. яқад як вазари то лоақал ба голу скокор расад агар на вақт ба анҷом мерасад. сад афсӯс барои сайҷалол дар ин пирӯзӣ дар дидори аввал ҳатто кушода нагардид. ин бисёр ҳам аламовар аст. акнун дар вазни то 100 кило тарки майдон барои сайҷалол саидов аст. матсен матиас ба қисматҳои минбаъда меравад.